خوش اومد به این ویدیو. اومدیم ببینیم کدومشون در موقع TNT میتونن دوام بیشتر بیارن. اینجا چند تا بلاک آوردم: اسلایم، عسل، طلا، امرالد، دایموند، ندرایت، بلاک ندر یا همون obsidian. ببینیم کدومشون دوام بیشتر میتونه بیاره جلوش. اول اسلایم تمام، اسلایم و عسل تمامشو کن. اوه پس هر بلاک هم 64 تا بیشتر نیست. پس اسلایم و عسل سکاک کمتری دارن. حالا ببینیم طلا چی. اوه دونه رفت دیگه. اوه دایموند و طلا و امرالد هم حتی کنده شدن، ولی obsidian و ندرایت کنده نشدن. ببینیم طلا چند تاست. بذار همشون رو برداریم ببینیم چند تا کنده شدن. حالا من برم ببینم. اوه طلا 9 تا کنده شد. امرالد 11 تا، دایموند هم 11 تا، یعنی طلا استحکاک بیشتری داره. حالا مرسی که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید. لایک و ساب فراموشتون نشه. عشقای منید. خدا نگهدار.